البته در مدت سالهای صاحب استقلالی زندگی مردم روز از روز بهتر شدن دارد و اگر ما اهمیت بدهیم همه ساله مردم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را بی‌صبرانه انتظاری میکشند. مخصوصا در پیام گذشته با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت یک اقدام خوبی را راه اندازی نمودند و معاش تمام کارمندان بودجتی 40% زیاد کرده شد و دیگر کارمندان ساحه مقامات حفظی حقوق و دیگر ساحه‌ها بلند گردید و این البته میتواند برای بهتر شدن صفت زندگی مردم زمینه گذارد. البته اگر ما سالهای صاحب استقلالی را چشم اندازیم ببینیم پی میبریم که هر سال در نتیجه ارائه پیام پیشوای ملت معاش کارمندان و دیگر طبقه های جامعه زیاد کرده میشن. مخصوصا ما اگر بگیریم معیوبان همه گروه ها، نفقه خوران، کارمندان ساحه معارف، ساحه تندرستی، کارمندان خدمتچیان دولتی و کارمندان حفظ حقوق همه ساله معاش های آنها زیاد کرده می شوند و این البته خوب است. ما باید دستگیری کنیم، شکرگزاری کنیم از سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و یکی از هدف های اساسی حکومت هم این است که تا ما سطح زندگی مردم خوب گردانیم، امنیت اوضاع‌خواری مردم تامین گردد و آنها در شرایط خوب کار و فعالیت نمایند. البته سیاست پیش گرفته پیشوای ملت در سمت اجتماعی مردم بسیار سیاست موفقانه است، سیاست خوب است، همه آن را دستگیری میکند و خوشبختانه ما امروز یک زندگی با سعادت داریم. معاشی که ما میگیریم با زندگی ما بسندگی میکند و سال به سال خوب شدن میگیرد. امروزها در سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت معارف یکی از ساحه‌های افضلیتناک به حساب رفته روز از روز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای معظم ملت زیاد می‌گردد. ما آموزگاران شکرانه از آن می‌نماییم که امروز در این فضای تنج و آرام در یک فضای صلح و آسایشته کار و فعالیت می‌نماییم. همگان می‌دانند که سال از سال در پیام خود پیشوای معظم ملت به ساحه معارف توجه نموده به آموزگاران و مربیان و در عموم کارمندان ساحه معارف غمخوری‌ها ظاهر می‌نمایند و مزد معاشی آنها را زیاد می‌نمایند. امسال طبق دستور بواسطه پیشوای معظم ملت مزد معاشی آموزگاران از 1 ایول سال 2024 40% زیاد گردیده باز هم برای هوسمند گردانیدن متخصصان جوان سهم نظررس خود را می‌گذارند. خود همچون آموزگار جوان از دستگیری پیش گرفته پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان می‌نداری بیان نموده من بعد فعالیت خود را دوچار نموده نسل نورس با استعداد مملکت را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت می‌نماییم.